در سرزمین تاجیکستان با اقلیم و باد و هوای سازگارش 4 فصل سال پی هم به نوبت حکم فرمایی میکنند. دهقانان باشند از روی نقشه همساله در پی کارکرد زمین و سرسبزی باغ‌های خویشند. چون در ماه فوریه تاکزارهای شهر ترسونزاده از جانب متخصصان ساحه باغ و تاکپروری به ترتیب معین درآورده میشوند، سفر خوب و خاطرمانی داشتیم به این گوشه دیار. این نوبت میخواستیم با باغدار آوازدار نعمت عثمانov که با تخلص حاجی نعمت در سراسر مملکت و بیرون از آن شناخته شده است هم صحبت کردیم. صبح بر وقت و زمین‌های خواجگی دهقانی وطن گروه خواجگی داران را در تاکزار سرگرم کار پیدا کردیم. زندگی صد چهره دارد، صد نقاب، موج زیبایش هزاران پیچ و تاب. تو همان صاحب دلی که در حیات داده دل را به مهنت آب و تاب. زندگی با اوج و موجش در این گوشه دیار ادامه دارد. اینک ما در تاکزاری هستیم که مردم سرگرم کاری دهقانی هستند و الکی آمادگی میگیرند برای تازه کردن تاکزاران، برای حاصل و رشد و نموی بهاری. طور متخصصان ابراز می‌دارند هنگامی به شکل درآوردن نهال‌های انگور در تاکزارها گروهی مخصوص به این روند جلب می‌گردند که تجربه خوب دارند. این کارمندان می‌دانند که شاخه‌ها باید چقدر اندازه کوتاه کرده شوند. نخست از طرف متخصصان بریدن شاخه‌های زیادتی صورت می‌گیرد و بعداً از جانب دیگر کارمندان باغ درزبندی گردیده همچون هیزم برای استفاده آماده می‌شود. اینک من میخواستم که با روند کاری اصلی دهقانان از نزدیک آشنا شوم و بعد از بریدن چنین بوتزارها مشغول میشوم به تازه کردن آنها. چوبها را در یک جا مثل درزه بسته، اگر نفرانی که نیاز دارند اینها را میتوانند که به خانه خود برند و نفری که نیاز ندارد میتواند اینها را به فروش ماند و از پول او نیز قوت لایموت را برای زندگی دریافت کند. در مساحتی که ما روی نوار آوردیم 2 خواجگی دهقانی موجود است که یکی خواجگی دهقانی وطن 2008 و دیگر خواجگی دهقانی حاجی نعمت می باشد. مورد به ذکر است که خواجگی دهقانی حاجی نعمت سال 2011 تأسیس یافته، حالا مساحت آن 105 هکتار را تشکیل می دهد. در آن 165 نفر سهامداران کار می کنند که آنها نیز از 5 تا 10 نفر کارگر دارند. تاک بروی سر شد ماهی فеврал ами якум февралда ҳар сол рӯи сар мекунем, зиёдша мегирем. Я токда 30-та 35-та я токда. Камтарак ҳозир мондестем ки порсоланги аму я чуда ҳозир имсол ман ҷойшда ята мондем, боз зиёдтиам ята мондем. Раҳавай камтар зиёдтӣ монда ҳамин токда ҳозир ҳисоб кунӣ 30-та 35-та вай ҳаст. ҳама хел ҳосилдор навда ҳаста. бо ин хомток мешавад. хомтокда зиёдша мегирем. я токда 200-та ҳосил ша мемонем. 2 килои бошадам 150 та бошад 300 кило ҳосил мешавад. 1 кило бошад 150 кило ҳосил мешавад. در این جوهر یک نفری که با کار مشغول است او فهمیشی دارد که مثل همه دهقان آنها میبرند. من میبینم مثلا اندیشیده میبرند کاری تیز دارن، میفهمن که کدام شاخه رو بریدن لازم کدامش رو نه. هر سهامداردا 50 سنتی 1 هکتاری زمین دارند. اینو همش متخصص شدگی میفهمن که همین ابریزکی کرده уже 30 تا 35 تا مونده уже چشمدا уже وای شدگی. اینا حسابم نمیکنن. هم خیلی ابریزکی میکنن یگان نگاه نمیکنن که همو میدونن همو جوش همین نوداده حاصلدار میدونن غوستر خوش روی تازه‌شه یا بی کسل بی چیزشه تازه‌شه میمونه. خب اگر کمی خطا باشد وقتی بریدن همین شاخه ها میتواند که حاصل کم شود؟ زیاد میماند که یتنیمتا کم نمیمونه. سهامدارا به تقسیم کرده دادگیم زمینه. خب اینو چخل زمین خودشون شدگی. اینو 100% زمین خودم گفته این کار میکنن. حلال کار میکند که اما 100% نغز باشد و خودشون نغز میگیرند. نغز حاصل قیمتتر میفروشد. 1 سوم 2 سوم نمیفروشد، 3 سوم 5 سوم ممکن 10 سوم میفروشد. اما خیلی کیلوشه. نغز نگاه کنه نغز نمیفروشد.
باغبانی با تجربه و مهنت‌دوست نعمت عثمانوف از سالهای اول به این کار پرشرف و زحمت طلب تاکپروری آغاز نمودنش را یادآور شده ابراز داشت که با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زمین به دهقانان داده شد. این اقدام دورندشانه پرزیدنت محبوب مملکت در تاریخ تجربه نادر و بی‌مثل است. از گفته او سالهای 60 70 عصر گذشته ما در زمین نزد حولگی خود تاکپروری می‌کردیم. این کار به ما از بابایمان میراث مانده است که آنکه سال 1930 به آن مشغول بودند. اکنون ما باید به فرزندان و بیرگانمان اسرار این گنج بی‌بها را آموزیم. اینک موسم بورش تاک است و ماه فوریه شما برای بیننده میگفتید که از کدام بغم و چگونه او را میبرید برای آماده کردن برای پیوند یا چگونه است برای سبو کردن تاک؟ مدت بورش انگور اساساً از ماه نوامبر سر کرده می شود. اگر ای ماه نوامبر سر کنیم اینجا بریدگی جا محکم شده با مثلا اینه نوده بود اینه بریدیم اینجا اکو او طرفش بریده شد اینجا محکم می شود. بعد این درخت کمانده میتیه که این چشمک با این چشمک این چشمک با تیارگاهی تان را بینین شما می سبزین. اگر که همون بورش دیر کشد اینا بیدار نمیشه و نوده نوکش وای حرکت میدارد. برای همه بر وقتر بریدن فایده دارد ضرر ندارد. یک که اگر سردی سخت نشود. ماه فوریه است و کارگرهای زیادی در باغ مشغول بودند با بریدن تاکزارها و این چگونه است؟ این چگونه روند است؟ این حاضر ما عادت شده که ای ماه فوریه بورش سر میکنند برای آنکه سرد آخران وقت بسیار شده است و سرد که ضرر کرده باشه شماره نوده را زیاد میمانند درازتر میمانند نه که سرما نخورده باشه. این قاعده کرده یک نهال با چند تا نوده در کار چند تا چشمک در کار همین حساب کرده با درخت میبینند و قوش چقدر نوده با میرسه زیاد مانه دشوار میشه. برای سبزانیدن نهال بهاری مثلا در یک چوب تاک شما نشان میدادید که چند بغم را به اینابت گرفتن در کار و در چگونه خاک او پرورش میشود؟ اینا قاعدهش هست که شماره نوده را کم میکنن درازه نوده را میماندگیشه و با درازتر میمانند. خصوصا این چشمک را حسابش گرفته یک درخت با گوییم 200 تا چشمک در کار 300 تا چشمک در کار همونه با حساب گرفته نوده را زیاد میمانند کلته میمانند یا که کم میمانند زیادتر درازتر. اگر ما میخواهیم که نهال کنیم از همین تاک‌ها برای نهال تقریبا باید چند سانتی متر باشد چند بغم باشد برای سبزانیدن نهال؟ دهقانای ما هم خیلی میکنن اگر که به جای دائمی شنانند اینا میگیرن 1.5 متر درازشه اینا خوابانده نوکشه اما 2 بغم برآورده میمانند اما 1 متر زیادش خوابانده تگی خاک. اینا دهقانا با رساندن در کار که اینا دراز گرفته چقوری را 60 70 سانتی متر 80 سانتی متر چقور کنده اینا خیلی چوق زنیم اینجا ریشه به گرمی نمیرسه و کسلارود نمیرسه برای همه افزایشش بسیار سوس میشه. اینا ما خیلی اما چقوری را یک 30 سانتی متر 25 30 سانتی متر چقور میکنیم اما نه خوانده نکشه برآورده میمانیم و گرمی آفتاب تیز میرسه تیز افزایش میاد تیزتر به حرکت میدرد اما اصلا کردن در کار. از متخصص وابسته است که اگر همین بورش به طرز خوب باشد حاصل خوب شود همون سال. اساسی اپراسیا همین که بورش انگور با بریدن پس با دویم باره یک متخصص با دیده میبرد کجا زیج باشه
ای مابین بو میگیرن دویم باره و یا دیده میبروید که خیلی و استا شده رفتگی هن درخت نگاه کرده چند کیلو حاصل میبرداره کوش میرسه خصوصا تجربه در کار خامتاک در کدام ماه و در کدام فصل می شود؟ از 25 مارت تا 10 اپریل همه مابینده این برگ میبروره یک خیلی وقت یک هفته پیشتر یک خیلی سال یک هفته بدتر برگ پیدا میکنه اساسا ای نیم اپریل یک دیده میبرویم که 1 2 3 4 5 تا چشمک داشته باشه از وی یک تا ایجه میمونیم یک تا ایجه میمونیم جایش وسیع‌تر باشه ایجه با یک تا میمونه همش هم 5 تا ایستاد که حاصل بی‌صفت میشه پخته رسانده نمیتونه با سال آینده با حاصل ناکش کم میشه عذاب میکشه اما نرمش موندن در کار یعنی درخت باید تا باور باشد برای حاصل چگونه حاصل را این بهار انتظار بود هوا امسال سردی نشد دیقانا الکی نوری های مینرالی دادگیان من قدره میبینین پاره های استاده و وقتی نشونما و با تقسیم میکنن که درخت تنقصی نکشه از آب و نوری مینرالی محلی تنقصی نکشد. پیماندان شما یعنی نبیره ها الکی به این کار محبت دارن. این محبت چگونه انتقال می‌یابد از بابا به پسر به نویره؟ کسب دیقانی همین است. ما هم ای گودگی ای پشت پدرمان گشته چیکار کرده آسته نگاه کرده همونا آموخته رفته یا باغبان شدیم. ما خواندن دانش گرفتن نقص نیکی خصوصا در ساحه کشاورزی تجربه در یکم جای میسته. این طرفش این خیل میبریم این طرفش این خیل وقتی شنوندن همون چشماکش این خیل شنوندیم برعکس میشه. راستا باید باشد مهم است. بیننده عزیز ببینید که وقتی که بابا میگوین که این را به زمین میشنونیم بریشش هم باید یک سمت باشد از این طرف به بالا از این طرف به پایان و مهم است انمی بغم ها از یک طرف باشند. شکر نشنونیم که راستا که نشنونیم که این پایان میره وقتی ریشه گرفتنش قیم میشه آفتاب گرمی رسیده برای همه کمتر خاکشه سبکتر کردن در کار امی خیلی برکی مانده تا ایجره تای حاک میکنیم این تقریبا 20 سانتی متر میشه خاک. با گفته این انسان مهنت دوست او در 1 سال تا 3 گکتار نهال پرورش کرده است. حاجی نعمت دهقان اصیل می باشد که بغیر از انگور پروری باز به سبزانیدن نهال‌های سایه افکن و آرایشی نیز مشغول است. درختان سبزانیده این مرد زحمت پیشه خیابان‌های مرکزی و باغ‌های پایتخت را زینت دوچندان می‌بخشند. جهت ذخیره کردن حاصل تاکزار در نزد این زمین‌های دهقانی سردخانه زمانوی بنیاد کرده شده است که گنجایش آن 500 تن را تشکیل می‌دهد. موافق اطلاع باغداران سردخانه دارای 12 نقطه نگهداری محصولات است که برای با صفت نگاه داشتن محصولات موافق می باشد. در سردخانه های زمانوی بنیاد نموده این باغ پروری اصیل هنوز برخی انواع انگورها تر و تازه نگهداری کرده می شوند. بیننده عزیز چی طوری که شما شاهد هستید ماه فوریه نیز به آخر می رسد ولی در سردخانه حاجی نعمت هنوز انگورهای تر و تازه را مشاهده کردن ممکن است زیرا در سردخانه های زمانوی آنها نگهداری کرده می شوند و با یک نمودی تر و تازه به مهمانان نزدیک و خارج پیشنهاد کرده می شوند. یعنی تاجیکستان یعنی در همه فصل دسترخوان تاجیک با یوغنی است. در تاکزار حاجی نعمت انگورهای نوعی حسینی، غلبه، شاهانه، پیشپزک و کشمش سیاه و سفید، کاردینال، اواتر و پرزیدنت پرورش کرده می شوند. این دهقان زحمت‌دوست با خاطر بی‌تلفات جمع‌آوری نمودن حاصل تا آخر ماه اکتبر انگورها را جمع‌آوری نموده یک قسمتش را برای زمستان در سردخانه‌ها نگاه می‌دارد و قسمتی دیگرش را به فروش می‌برد.
چون ما ایام خشکانیدن انگور به این باغ‌ها سفری کاری داشتیم، نتیجه به دست آمده را نیز روی نوار آوردیم. به اطلاع متخصصان ساحه انگور پروری، مویز خشکانیده شده در این مکان صفت عالی داشته، این میوه خشک می تواند در بازارهای خارج از مملکت مشتریان سرشمار خود را داشته باشد. در حدود شهر ترسونزاده زیاده از 5000 گکتار زمین‌های باغ و تاکزار موجود میباشند. عین حال با مساعده آب و هوا دهقانان ما برای به شکل ضروری باغ و تاکزار و بریش سانیتری درختان مشغول میباشند. همه سهامداران خواجگی باغ پرور و تاک پرور متخصص ساحه خود میباشند. آنها از باغ پروران مشهور شهر ترسونزاده درس‌های بریدن تاک، درس‌های به شکل ضروری درختان رو آموختند، خوب از خود کردند و تجربه آموخته خود رو در باغ و تاکزارها عملی میکنند. با گفته این دهقان صاحب تجربه و اصیل، انگور آنها تا حال به طرز تر و تازه فروخته می شود و آنها نیت دارند در آینده نزدیک کارکرد آن را به راه مانند، زیرا طور خودی او میگوید شیرینی یکی از انگور تاجیکستان آماده کرده می شود در جهان خیلی کمیاب است. از اطلاع این باغدار شهرتیار حاجی نعمت عثمانوف، انگورهای این مکان بیشتر به کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیای روسیه، افغانستان و پاکستان صادرات کرده می شوند. ضمناً بنیادی باغ‌های نو برقرار کردن باغ‌های کهنه در دایره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاک پروری برای سالهای 2016-2020 عملی شده است. این تدبیر عامل مهمی رسیدن به یکی از هدف‌های اساسی استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان، تامین امنیت آذوقه‌واری در مملکت میباشد. بیننده عزیز، اسرار پرورش و طرز شناندن تاک‌های نوع کاردینال، غلبه و شاید چندین نوع‌هایی که در باغ‌های مشهور شهر ترسونزاده نشأ و نما می‌یابند و کشور ما را در عرصه جهان معرفی می‌کنند، آشنایی پیدا کردید. توصیه باغدار معروف حاجی نعمت را نیز شنیدید.